آورده‌اند بازرگانی بود اندک مایه که قصد سفر داشت. 100 من آهن داشت که در خانه دوستی به رسم امانت گذاشته و رفت. اما دوست این امانت را فروخت و پولش را خرج کرد. بازرگان روزی به طلب آهن نزد وی رفت. مرد گفت: آهن تو را در انبار خانه نهادم و مراقبت تمام کرده بودم، اما آنجا موشی زندگی میکرد که تا من آگاه شوم همه را بخورد. بازرگان گفت: راست میگویی، موش خیلی آهن دوست دارد و دندان او بر خوردن آن قادر است. دوستش خیلی خوشحال شد و پنداشت که بازرگان قانع گشته و دل از آهن برداشته. پس گفت: امروز به خانه من مهمان باش. بازرگان گفت: فردا بازایم. مرد رفت و چون به سر کوی رسید، پسر مرد را با خود برد و پنهان کرد. چون به جستن از پسر اثری نشد. پس ندا در شهر دادند. بازرگان گفت: من عقابی دیدم که کودکی میبرد. مرد فریاد برداشت که دروغ است و محال است. چگونه میگویی عقابی کودکی را ببرد؟ بازرگان خندید و گفت: در شهری که موش 100 من آهن بتواند بخورد، عقابی کودکی بیسکولی را نتواند گرفت؟ مرد دانست که قصه چیست و گفت: آری، موش نخورده است. پسر بازده و آهن بستان. هیچ چیز بدتر از آن نیست که در سخن کریم و بخشنده باشی و در هنگام عمل سرافکنده و خجل.